بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادرای محترم، خواهرای عزیز، در درس گذشته ما شما عبادت‌های چی را خواندیم؟ عبادت‌های فکری را خواندیم، عبادت قلبی را خواندیم و عبادت زبانی را خواندیم. قسم چهارم عبادات بدنی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت‌های بدنی عبادت‌هایی هستند که توسط اعضای بدن صورت می‌گیرند و عبادت‌های بدنی بسیار زیاد است. مثلا چشم عبادت خاص خود داره، گوش عبادت خود داره، دست، پای و کل از اینا عبادت‌های خود داره. لکن ما و شما اینجا اما عبادت‌هایی که تعلق به عقیده می‌گیره او را ذکر می‌کنیم. چند مثالشون دیگر عبادت‌ها اونا باز هستند. در جمله عبادت‌های بدنی یکی نماز است. و اقیموا الصلاة، الله متعال میگه شما نماز ادا بکنید. در سوره نور 56. چون عبادت نماز که در بین از رکوع و سجده و قیام و قعده هست، ایره حتی مشرکین هم نماز میخوانند، لکن اونا تغییر داده بودن شکل نماز و ما کان الصلاة من البیت الا مکاء و تصدیه. نمازشان الله میگه، نماز مشرکین میگه چک چک زدن و اشپلاق کردن بود. دست خوددان خود میبودن، صدا را میکشیدن. این اشپلاق میگن در افغانستان، من نمیفهم که در ایران و تاجیکستان چی میگن. به هر صورت این قسم چی میکردن، صدا میکردن و احیانا چک چک میکردن با دستای خود. اینا مکا و تصدیه ایره میگن. دیگه از عبادات اینال انسان مسلمان کس ای باز قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، یقینا که کامیاب شدن مؤمنا الذين کسانی که فی صلاتهم در نمازایشان را چی هستن؟ در نماز خودنا خشوع دارن. برای انسان مسلمان نماز خود خاشعانه میخوانن و فقط نماز خودم به خاطر رضایت الله در دربار الله انجام میدن. دیگه از عبادت‌های بدنی قیام است. قیام توحیدی چی هست؟ که مثلا وقتی انسان استاد میشه و قیامی که در عبادت حساب میشه که با خوف و رجا و محبت و ذلت باشه. مثلا یک نفر، ما و شما مسلمان هستیم، در مقابل الله استاد میشیم و با ادب استاد میشیم و در اونجا خوف داریم، رجا داریم، محبت داریم به الله و خود در مقابل الله ذلیل میسازیم. و قوموا لله قانتین، الله متعال در سوره بقره آیت 238 که الله میگه و شما قیام بکنید برای الله بسیار با چی؟ با بردباری. اینال استاد شدن با اینمی خوف و رجا، بت پرستا در مقابل بت خود از بت میترسن، در از او استاد میشن و به او محبت میکنن و به او امید دارن که برای ما بچه بده یا دختر بده. پس قیام توحیدی است که برای الله متعال انجام داده شده. دیگه از عبادت‌های بدنی انحنا و رکوع هست. انحنا چی را میگن؟ انحنا از خط منحنی گرفته شده که انسان کمی هم خود منحنی میسازه، کمر خود کج میسازه، ولو که 10 درجه هم باشه ایره انحنا میگن. و رکوع باز که سم انسان همو 90 درجه هم تو کمر خود قاط بکنه. الله متعال میگه ورکعوا مع الراکعین، شما رکوع بکنید به همراه رکوع کننده ها. سوره بقره آیت 43. امام ترمذی رحمت الله علیه روایت میکنه عن انس رضی الله عنه قال رجل یا رسول الله، میگه یک شخص گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الرجل منا یلقى اخاه، یکی از ما با همراه یک برادر خود ملاقات میکنه و صدیق خود یا با همراه یک دوست خود، اینحنی له، بر از او سر خود خم بکنه. قال لا، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه خیر.
از وقتی که اینجا رسول الله هم منع کرد، منع به معنای چی است؟ به معنای حرمت و عدم جواز است که انسان باید به مخلوق انحنا و سرخمی نکند. از دیگر عبادت های بدنی سجده هست. سجده یکی به دو شکل میشه، یکی سجده تسخیری هست، یکی اختیاری هست. سجده تسخیری چی نمیگن؟ که تمام کائنات در آسمان ها و زمین، کو، سنگ و سیارات و کهکشان ها برای الله سجده میکنن. الله متعال میگه در سوره النحل آیت 49 ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. به الله سجده میکنن آنچه در آسمان ها هست و آنچه در زمین هستند. پس این سجده تسخیری هست. اما سجده اختیاری چی هست؟ که الله متعال برای مؤمنین میگه که فسجدوا لله، شما سجده بکنین خاص برای الله. یعنی که سجده میکنی خاص برای الله و عبود و همچنان عبادت خاص برای الله بکنین. دیگه قعده هست. قعده نشستن به گونه خاص به قصد عبادت میباشه. فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. اینجا قیام و قعود یا چی هستن؟ اینا عبادت ها هست که این عبادت ها هم در سوره نساء آیت 103 باید خاص برای الله شود. قسم پنجم عبادت های مالی هست. عبادت های مالی چی هست؟ عبادت هایی که تعلق با مال میگیره، مثلا با پول نقد و با زمین و با خانه و با حیوان و غیره، مثل زکات، صدقات، نذر، قربانی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسایی که نفقه میکنن در راه الله، که مثل حبت، مانند یک دانه هست، انبتت 7 سنابل، که هی 7 سنبله میکنه، 7 خوشه، فی کل سنبلت 100 حبه، در هر خوشه ازی 100 دانه می باشه. والله یضاعف لمن یشاء. الله متعال برای هر کس که خواهد را زیادتر میکنه. والله واسع علیم. دیگه انواع عبادت های مالی چی است؟ انواع عبادت های مالی مثلا نذر است. ولیوفوا نذورهم، سوره حج آیت 29. و نذرهای خود وفا بکنید. دیگه ذبح کردن حیوان یا ذبح کردن یک پرنده، این هم چی است؟ یک عبادت است. قل ان صلاتی و نسکی. نسک چی رو میگن؟ مناسک، مثل ذبح حیواناتی ها در مناسک حج. الله متعال میگه فصل لربک وانحر، سوره کوثر آیت 2. اینجا پس نماز بخوان، لربک خاص بر پروردگار، وانحر و همچنان تو نحر بگو خاص. یعنی نحر چی مانا؟ شتر وقتی که ذبح میکنه او رو نحر میگن. و ذبح حیوانات و ذبح پرنده ها این کل چی هست؟ گیرم شما خاص برای الله بکنید. دیگه از عبادات مالی صدقات. صدقاتی که صدقات جاریه هست و یکی صدقات معقد هست. صدقه جاریه چی هست؟ که انسان یک مسجد میسازه یا پل میسازه یا یک سرک میسازه یا یک مدرسه میسازه، ایره چی میگن؟ ایره صدقه جاریه میگن. الله متعال میگه خذ من اموالهم صدقه. یکی صدقه های موقت است که مثلا صدقه فرضی زکات است. الله متعال و رسول الله میگه که خذ من اموالهم صدقه، از مالهایشان زکات دیگه. سوره توبه آیت 103. دیگه از عبادت های مالی وقف است. وقفی است که کسی مثلا یا خانه خدا یا زمین خدا یا مال خدا به خاطر رضایت الله وقف میکنه. دیگه از عبادت هایی که ما و شما داریم، او عبادت ها عبادت تشریعی هست. عبادت تشریعی کدام یکی رو میگن؟ عبادت تشریعی اما عبادت هایی رو میگن که انسان با تطبیق شریعت الله او عبادت میکنه. قرآن عزیزشان در مورد حکم ما انزل الله چی رو بیان میکنه؟ مثلا این رو بیان میکنه که اطاعت از حکم الله عبادتش میباشه. این ما و شما در درسای قبلی هم خواندیم. مثلا در این آیت شریف الله متعال میگه این الحکم الا لله، حکم نیست مگر خاص برای الله. امر الا تعبدوا الا ایاه، امر کرده که شما عبادت نکنین مگر خاص برای الله. ببینید اینجا در درسای قبلی هم خدمت شما عرض کردم که در این آیت قرآن اگر دقیق میشین، وقتی که الله متعال حکم گفته، بعد از حکم عبادت گفته حکم نیست مگر مخصوص الله هست. باز میگه الله امر کرده که اینمی حکم که مخصوص الله هست، این حکم این عبادت خاص برای الله بکنیم.
پس اینال خود حکم هم چی هسته؟ خود حکم هم یک عبادت است. یعنی ما و شما 6 قسم عبادت داریم: عبادت فکری، عبادت قلبی، عبادت زبانی، عبادت بدنی، عبادت مالی و عبادت تشریعی و تقنینی. پس اینا در نظر به این آیت قرآن اطاعت از اوامر الله این هم چی هست؟ این هم در عبادت داخل میشه. الله میگه ذلک الدین القیم، اینمی دین قیم، دین استوار است، دین کسی که خوب درست باشه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، الله میگه لکن اکثریت مردم نمیفهمن. چی معنی اکثریت مردم نمیفهمن؟ حالا بسیاری کسا را که شما سعی کنید خدا پروفسور میگیره، بسیار دانشمند میگیره، بسیار خدا میگه من پی اچ دی دارم و دکترا دارم میدارم، لکن همین شخص وقت شما سعی کنید که در وقتی که اطاعت از حکم ذکر میشه این فکر نمیکنه که عبادت باشه. از این خاطر نماز میخونه، روزه میگیره، لکن باز هم در پارلمان طاغوتی که بر اساس دموکراسی جور شده چیز اینال چی میشه؟ اینال در اینجا الله متعال سبحانه و تعالی بر ما و شما میگه که اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ به خاطر از اینکه نماز میخونه، روزه میگیره، لکن باز چی میکنه؟ وقتی که در مسئله حکم شود باز حکم به غیر ما انزل الله میکنه، حکم دموکراسی، سیکولر، کمونیسم، سوسیالیسم. بسیاری از اینا وقتی که از پیشان پرسان بکنی باز میگه من مسلمان نیستم. چه قسم مسلمان هستم؟ یعنی من نماز میخوانم، مسجد جور کردیم، حج میرم، در حالی که باز وقتی که حکمی که تطبیق میکنه او چی هسته؟ اونجا باز حکمش سیکولر است، اونجا ضد شریعت الله است. پس الله متعال در اینجا میگه که این الحکم الا لله، این یک نفر یک عبادت نه تنها نمیکنه بلکه بیکی انکار میکنه. یعنی شما فکر بکنید یک نفر از نماز انکار میکنه، همین نفری که از نماز انکار میکنه که در اسلام نماز نیست، حکمش چی هست؟ کافر میشه. یک نفر روزه را انکار میکنه، حکمش چی هست؟ کافر میشه. یک نفر روزه را تغییر میده، مثلا میگه من روزه در ماه رمضان هست، من در ماه رمضان روزه نمیگیرم، بین ما در مملکت ما بعد از یک قانون جور میکنیم که روزه را در زمستان میگیریم، کجا هوا سرد است و مطابق عقل خود تغییر میده. همین نفری که روزه را تغییر میده از ماه مبارک رمضان و ایره میاره در زمستان، امیر از کلگی پرسان بکنیم میگه کافر میشه. چرا؟ میگه به خاطر از اینکه روزه در قرآن آمده که عبادت است و روزه فرض است و ای از روزه انکار کرد و در پالوی از اینکه انکار کرد، حتی اگر انکار نکرد تغییرش داد، مثلا آوردشه گفت من روزه را قبول دارم لکن روزه را من در زمستان میارم. اینجا هم میگه این آیت قرآن انکار کرد کافر شد به خاطر که روزه در ماه مبارک رمضان است، روزه فرض. این حالا وقتی که روزه اگر کس انکار بکنه میگن کافر است. باز اگر بگویش باز نمیگه که تکفیری شدی، نه کافر است، تو خیلی تکفیری شدی، تو یک نفر روزه را تغییر داد تو گفتی کافر است، انکار کرد میگه نه کافر میشه. وقتی برش بگویی که روزه را انکار نکرد در ماه مبارک رمضان است، میگه که رمضان یک ذره هوا گرم است، امیر در زمستان تغییرش میده، میگه در این صورت هم کافر میشه. حکم الله را تغییر داد. این حال وقتی که عبادت الله را تغییر داد، حکم الله را در روزه تغییر داد، کافر میشن. عبادت الله را تغییر داد، مثلا در حج گفت که مثلا من حج در بیت الله نمیرم، یک داره اتاق جور میکنیم، سیارنگش میکنیم، میریم میشه مثلا در خوجند، در خوجند یک حج جور میکنیم در تاجیکستان. اینا برش میگه برادر تو اگر در خوجند جور کنی یا در دوشنبه جور کنی در تاجیکستان یا در ایران جور کنه کسی یا در افغانستان یا در کدام مملکت دیگه، اینمی انسان چی میشه؟ این کافر میشه. خب وقتی که حج تغییر داد کافر میشه، وقتی که نماز تغییر داد کافر میشه، وقتی روزه را مثلا از ماه رمضان تغییر داد آوردش مثلا به
ماهای زمستان کافر میشن. وقتی که حکم الله را تغییر داد دیگه چی میشه؟ که اونجا میگه ما والا نه حکم قرآن تطبیق نمیکنیم، حالا میخوایم که دموکراسی تطبیق بکنیم، میخوایم سکولاریسم تطبیق بکنیم، میخوایم که کمونیسم تطبیق بکنیم. اینجا باز وقتی که برش بگی که در این حالت هم تو کافر میشی، بازی را قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ به خاطر از که الله متعال میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم نمیدانن. چرا نمیدانن؟ به خاطر از این نمیفهمن که اینا نمیخواین که بفهمن، نمیخواین که بفهمن، و از این خاطر وقتی که نمیخواین اینا بفهمن برشان مشکل پیدا میشه. مطلب دوم، مطلب اول فهمیدیم، مطلب دوم اطاعت از حکم مخلوق شرک در حکم میباشه. حالا مثلا یک نفر اطاعت از حکم مخلوق میکنه، میگه که مثلا ما بغیر از حکم الله ما دموکراسی ایمان دارم، ما به سوسیالیسم ایمان دارم، نمازم میخوام، روزام میگیرم. اینمی شخص آیا در شرک داخل شده یا نشده؟ با قرآن مراجعه میکنیم. چرا؟ در مسائل اختلافی، در مسائل دین با عقل مراجعه نمیشه، با نص مراجعه میشه، با قرآن مراجعه میشه، با سنت مراجعه میشه. و این تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول. بسیاری کسا امیر میگه نه ما با عقل مراجعه میکنم، الله میگه نه و این تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول، با قرآن و سنت مراجعه بکنیم. اینا وقتی با قرآن و سنت مراجعه میکنیم، در قرآن و سنت قرآن عظیمشان چی میگه؟ که اطاعت از حکم مخلوق شرک در حکم است. چرا؟ در این آیت قرآن الله متعال میگه، در این آیت قرآن الله متعال میگه در سوره کهف آیت 26 در آخر آیت سعی کنین ولا یشرک فی حکمه احدا، الله در حکمش هیچ کسی را شریک نمیکنه. خب ولا یشرک فی حکمه احدا، سوره کهف آیت 26، یعنی الله در حکمش کسی را شریک نمیکنه. این حال اگر کسی در حکم الله یا کسی دیگر را شریک میکنه، میگه برای ما قانون بسازه، این برای ما تعیین بکنه که شراب حلال است یا حرام، زنا درست است یا نیست، قصاص درست است یا نیست، دوزه چی بکنیم. اینال ایرش قرآن شرک میگه. خب میگیم به تفاسیر قرآن مراجعه میکنیم. چرا کسایی که مفسرین قرآن هستن اونا قرآن بسیار خوب میفهمن. علامه شنقیطی رحمت الله علیه در تفسیر امی آیت شریف چی میگه؟ میگه و یفهم من هذه الآیات، و یفهم من هذه الآیات، میگه از این آیات فهمیده میشن که قوله ولا یشرک فی حکمه احدا، میگه از این آیت در این قول الله متعال که گفته ولا یشرک فی حکمه احدا، که الله در حکم خود کسی را شریک نمیسازه. این عالم از این میگه چی فهمیدم؟ میگه از این فهمیده میشه که ان متبعی احکام المشرکین غیر ما شرعه الله انهم مشرکون بالله. یا عالم سعی کن میگه ان متبعی احکام المشرکین، یقینا کسایی که متابعت از حکم مشرعین، از حکم کسایی که قانون میسازن، در پارلمان میسازن، در هر جایی که قانون میسازن، قانونی که غیر ما شرعه الله، یعنی قانون میسازه که او الله تشریع نکرده، یعنی ضد شریعت الله یک قانون میسازن و مردم میره از این متابعت میکنن. چی میگه؟ ان متبعی احکام المشرعین غیر ما شرعه الله، کسایی که متابعت میکنن از احکام قانونگذارا، قوانینی که غیر از آنچه که شریعت الله او را شریعت گفته، غیر از این قانون میسازن، میگه از این تو فهمیده میشه که انهم مشرکون بالله،
اینا به الله مشرک هستند. و هذا المفهوم جاء مبینا فی آیات اخر. بازی عالم بزرگوار میگه که این مفهوم در آیات دیگه هم آمده، تنها یک آیت نیست. باز این عالم آیات زیادی را در این راستا ذکر میکنه که ما کلش ما شما در درسای قبلی خوانده ما کس متوجه باشه. و در مورد این آیت میگه که و این اطعتموهم انکم مشرکون. این آیت قرآن است. و این اطعتموهم، اگر شما از اینا طاعت کرده، انکم یقینا که شما لمشرکون، مشرکان هستین. آره علامه شنقیطی این آیت قرآن چی میگه دربارش؟ میگه فصرح بانهم مشرکون بطاعتهم. میگه اینجا الله متعال صراحتا بیان کردن که اینا مشرک شدن، در شرک مبتلا شدن، بطاعتهم، بطاعتهم. و هذا الاشراك في الطاعه، و هذا الاشراك في الطاعه. میگه این شرک در طاعت است. چرا وقتی که عبادت مثلا شرک در عبادت میشه، شرک مثلا در یک نفر پیش بت سجده میکنه، این شرک در عبادت بدنی شد. یک نفر به نام بت یک دانه گوه میکشه، یک گوسفند میکشه در زیر پای بت یا زیر یک پای یک قدر، این شرک در عبادت مالی شد. و این شرک میگه چیست؟ میگه این شرک در طاعت است، شرک در تشریع هست، شرک سیاسی هست. بعضی علمای شرک سیاسی هم میگه، شرک در طاعت میگه. متاسفانه بعضی کسا شرک قبور زیاد میگه، شرکی که به قبر شده سر زیاد گپ میزنه. اما شرک قصور، شرکی که در قصرها میشه، شرک فرعون ها را بیان نمیکنه. فرعون کس را نمیگفت بیا برای من عبادت بکن. فرعون میگفت قانونی که من میسازم که ضد شریعت موسی علیه السلام است، از قانون من اطاعت کنین، انا ربکم الاعلی. این شرک قصرهاست. شرک قبرها را کلگی میگه، اما شرک قصرها را به خاطری که در قصرها زوردارا هست و یه از او یا میترسه یا برش طمع کرده، از این خاطر شرک قصور را بیان نمیکنه. از این خاطر که علمایی که بیان نمیکنه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، باز اکثریت مردم نمیفهمند. باز اگر یک نفر و دو نفر ایره باز بیان کرد، باز اون کسایی که چون اکثر الناس لا یعلمون هست با سر از اینا اعتراض میکنن. چه قسم اعتراض میکنن؟ میگن یک قصه براتون بکنم که جالب شو براتون. میگه یک وقت در یک منطقه یک طفلک پیدا شد در خانه پادشاه، در خانه هم سردارشان، پادشاهشان، کلانشان. یک طفل پیدا شد نوزاد. این طفل نوزاد یک گوش نداشت. پادشاه بسیار، همین سردار بسیار با خطا شد که بعد از من خود این سرداری مردم میشه، این پادشاه از این مردم میشه، کلان از این مردم میشه. این گوش نداشته باشه، کلگی باز میگه اوی پادشاه یک گوشه را چی کنیم؟ این پادشاه عیبدار است، به گوش است، گوش بریده هست، نامای عجیب سرش میمونه. امروز مشاورین خود مشوره کرد، گفت چی بکنیم؟ اونا برش گفتن که باورت یک راه نشان میتیم. گفت چی است؟ گفت همین امر بکنه هر طفلی که پیدا میشه گوشایشان قطع بکنه، یک گوششان قطع بکنه. خلاص وقتی که یا کلشان کلان شدن، باز کل زیاد مردمای بیگوش پیدا میشه. خب پادشاه همین امر کرد و هر طفلی که پیدا میشد گوش از یک گوش قطع میکردن. یک وقتی بچه‌ها کلشان کلان شدن، جوان شدن، آلیا دیگه کلگی در منطقه کلگی یک گوش روا شدن میگه. یک وقتی از یک منطقه دیگه یک جوان بسیار زیبا هست، 2 گوش داره. آدی که آمده در این منطقه کلگی سرزی خنده میکنه. او مردم بیاین سعی کنین آدم 2 گوشه، چون یک گوشگی این عیب شده، یک گوشگی که عیب بود او در بین مردم رواج شده. آدی که کسی که براستی گوش خوب داره و چهره مناسب داره، آدی کلگی سرزی خنده میکنه. در آخر زمان یکی از فتنه‌های بزرگ امی هست که وقتی فتنه زیاد میشه، فساد زیاد میشه، حق درست بیان نمیشه،
بسیاری وقتا مردم به خاطر طمع یا به خاطر ترس یا به خاطر بندیخانه یا به خاطر هر چیزی که هست از نظام‌های طاغوتی میترسن، باز اینا شرک قصرها را و شرک اطاعت بیان نمیکنن. اینا اگر کس باز بیان کرد، بازور چی میگه؟ میگه زمانه کجروشان را و برکشد بیدل. این مردم زمانه چی میکنن؟ میگه مردم زمانه کجروشان را و برکشد بیدل. مردم های کجروش بسیار خوش دارن، او را داغوش خود میگیره که تو بسیار دین آسان بیان میکنی، چقدر خوبش میگی، یک آسان بر ما بیان میکنه که چیز، لیکن یارو سیکن از دوزخ گپ میزنن، از جهنم گپ میزنن، از شرک گپ میزنن. اینا بیدل چی میگه؟ زمانه کجروشان را و برکشد بیدل، حرام کن راست بود خار چشم افلاک است. کسی که باز راست و مستقیم بود کجروشی نکرد، بازی خار چشم مردم است. بازی دیگه چی است؟ برای مردم خار چشم داره. باز کلگی میگه والا ای افراطی هست، والا ای تکفیری هست، والا ای هست. تو نامهای میگذارم که عجیب و غریب و حیران میمونی. لیکن به هر صورت حق باید چیزی که قرآن از بشان است ما مکلفیت داریم بگوییم. اگر کس خوش می باشه یا خوش نمی باشه، ما شما باید قرآن درست بفهمیم که الله متعال میگه که چی هستن. الله متعال میگه که ولا یشرکو فی عبادته احد. و من تفسیر علما مفسرین قرآن میخوانیم و این علامه شنقیطی رحمت الله علیه چی میگه؟ فصرح بانهم، در آیات قرآن ذکر میکنن و این اطاعتموهم، اگر شما از این طاغوت ها اطاعت کردید، انکم یقینا که شما لمشرکون، مشرکان هستید. فصرح، علامه شنقیطی رحمت الله علیه برای بسیار خوشمه، ای عالم تفسیرش بسیار دقیق است، یعنی آدم میخوانه بسیار خوش آدم میه. همین چیزا رو که اگر شما بخوانید، مثلا از علامه ابن قیم جوزی رو بخوانید کتابش، از علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه شرح عقیده طحاویه رو بخوانید. این عالم حنفی است، لکن این کتاب عقیده رو که نوشته کرده بهترین کتاب است در عقیده. این عالم چی میگه؟ میگه فصرح بانهم مشرکون بطاعتهم. این میگه الله صراحتا بیان کرد که اینا در طاعت الله مشرک هستند. و هذا الاشراک کدام شرک است؟ میگه این شرک در طاعت است. این مردم شرک در طاعت، شرک قصوره، شرک سیاسی را نمیفهمن. و در قسمت آیات از عبادت شیطان، وقتی که آیات قرآن این هم گپای الله مشان قیتیست که من گفتم بیرم اینجا فعلا، اون میگه که امی عالم بزرگوار میگه وقتی که الله میگه که وان لا تعبدوا الشیطان، میگه ای ما یعبدون الا شیطانا، میگه یا عبادت نمیکنن مگر شیطانا. ای ذالک، ای و ذالک، الله میگه ولا تعبدوا الشیطان، میگه این چی است؟ میگه و ذالک باتباع تشریعه، با اعتبار قانونی که شیطان ساخته. متوجه هستین؟ قانونی که شیطان ساخته. و میگه که این دکتر از کجا دقیق ما و شما میفهمیم؟ میگه میایم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه که قبلا خودش نصرانی بود. نصرانی با شما گفتیم کسایی که صلیب به تسلیس ایمان داره، واسه خدای عیسی مسیح هم میگن که این بچه الله هست. عدی ابن حاتم وقتی که آیت قرآن شنید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که یهودیا احبار خدا و نصرانیا رهبان خدا و پیرای خدا، کلانهای خدا، اینا ارباب گرفتن. ارباب چی نمیگن؟ ارباب جمع رب است. حال هم در بسیاری منطقه رواج است، اما خان خدا ارباب میگن. همین کلمه کفری این از اون سابق مانده. ارباب جمع رب است، چون اونا هم خانهای خدا رب خود جور کرده بودن. حالا هم از بسیاری منطقه میگه ارباب فلانی خان. این حال وقتی که آیت قرآن خوان که احبار و رهبان خدا اینا رب های خود گرفتن به غیر از الله،
این پرسان کرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما علمای خدا و رهبان خدا گوشنشینای خدا دوست داشتیم، پیششان میرفتیم، اما ما بر از اونا رکوع نمیکردیم، سجده نمیکردیم، عبادت نمیکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از این صحابی بیان میکنه که یک نوع عبادت دیگه هست که او رو شما نمیفهمید، اینو باید بفهمید. فبین له انهم احلوا لهم ما حرم الله. میگه امی علامه شنقیطی میگه برای حاتم رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد که انهم احلوا لهم ما حرم الله، که اونا حلال کردن برای از اون مردم او چیزی که الله حرام کرده بود. امیر احبار الرحمن وظیفهشون چی بود؟ حلال چی میکردن؟ حرام الله را حلال میکردن. امیالا هم چند سال پیش من یک کلیپ دیدم که در امریکا چیزها شیشته بودن، امی راهبا و فاورا و ایمیا کلشان شیشته بودن در یک مجلس در یک کلیسا و میخواستن که همجنسگرایی را مشروعیت بدن. در بین از هم خوب مردمش افریقایی ها بودن. افریقایی خیستن گفتن او مردم شما چی میکنین؟ در کتاب ما در انجیل گفته که ازدواج کرده جنس مخالف میشه، شما ازدواج با همراه جنس موافق که به نام هوموسکشوالیتی میگن در منطقه خود، گفت این خود در کتاب ما نیست. باز اونا مخالفت کردن، باز دیگرش کلش گریه میکردن که وا ناکام شدیم. یعنی امیال هم در کتاب های از اونا تحریف جریان داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از صحابی مبارک عدی بن حاتم رضی الله عنه در ازی گفت که انهم احلوا لهم ما حرم الله. این احبار رهبان چی میکردن؟ چیزی که الله حرام کرده بود اینا برشان حلال میکردن. برو شراب بخور، برو فلانی بکن. مثل که حالا بسیاری وقتا مثلا دوستی با کفار بسیاری علما میگه حلال است. موسیقی بسیاری علما میخیده به مردم میگه که موسیقی بسیار خوب چیز است، حلال است. بسیاری وقتا حتی مثلا برهنگی و بی لباسی و سر و لوچی بگه پاره یک نفر مثلا یک سردار یک خبیث میخیزه ضد حجاب گپ میزنه، باز یک عالم خبیث ببینه که بازو میخیزه باز باشه کل گپ های تو در قرآن است. لعنت الله علی الکاذبین. باز اینا برازو میگه که نه حجاب نیست، نه ما باید رواج‌های از پدرای ما که مانده شده، شما سردار ما هستین، شما خوب میکنین گپ ها رو میزنه. این ما شما رو با چشم خود میبینیم که حلال میکنن چیزی که الله حرام کرده و رسول الله صلی الله علیه و گفت که و حرم علیهم ما احل الله فاتبعوهم. پس اینا از اونا متابعت کردن فی ذلک دمی حلال حرام ساختن. و ان ذلک باز رسول الله صلی الله علیه و گفت که هو اتخاذ ایهم اربابا. این نمیده که کار کردی اونمو رو معبود گرفتی و رب گرفتی، چرا که یک نوع عبادت بر از او انجام دادی و این عبادت. مثل که یک نفر بگه که نماز چند رکعت است؟ نماز صبح 4 رکعت است، 2 رکعت سنت است، 2 رکعت فرض. میگن من میخوام برات میگم که همین 2 رکعت خود کم است، همین 10 رکعت سنت میخونیم، 10 رکعت هم فرض میخونیم. اینا کسی که خیس از این مطابقت کردی چی میشه؟ او رو در عدد رکعات نماز این معبود خود قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر وقتی میاد در عبادت چی تعیین میکنن؟ نوعیت عبادت تعیین میکنن، کمیت عبادت تعیین میکنن، کیفیت عبادت تعیین میکنن، زمان عبادت تعیین میکنن، مکان عبادت تعیین میکنن و امو آله یا امو چیزی که کتزو عبادت میشه او رو تعیین میکنن. اینا مثلا الله متعال حج گفته و رسول الله صلی الله علیه و توسط آیت قرآن و توسط وحی بر ما تعیین شده چی؟ که حج عبادت است. اینا کیفیت حج هم بر ما بیان کرده که چه قسمت ها میشه، کمیتش که مثلا چند روز میشه، زمانش هم بیان کرده که در کدام زمان میشه. مثلا عرفه در روز عرفه هست، روز عرفه 9 امون ماه هست. این زمانش، مکانش و مثلا امون جایی که عالی که در او عبادت میشه، مثلا امون طواف که میشه بیت الله هست، او هم تعیین شده. پس ما نمیتونیم که بخیریم از خدای خواهان بیت الله دیگه جور بکنیم. این اگر کسی این کار میکنه این چی است؟ این شریک ساخت امرای این شخصی که میره جور کرده یا زوی اطاعت کرد او رو رب به خود قرار داد. این نمی‌خوام دیگه احکام. متوجه هستین؟ این حالی علامه چی میگه؟ میگه که صریح ترین آیه در این راستا در سوره نساء که آنان با وجود ادعای ایمان
تحاکم به طاغوت میکنن. این آیات ما شما قرار خواندیم که الم تر الی الذین یزعمون انهم یؤمنون بالله والیوم الاخر، اما آیات یزعمون را بیان میکنن. بعد از اینکه آیات بیان میکنن، در نتیجه امی عالم چی میگه در تفسیر خود؟ این عالم در این تفسیر خود چی میگه؟ میگه و به هذه النصوص السماویه، و با این نصوص سماوی که نصوصی که از آسمان نازل شدن قرآن عظیم و شان، التي ذکرناها، وقتی که این عالم میگه به اساس این نصوص قرآن، نصوص آسمانی، وحی آسمانی که آمده که ما ذکر کردیم، یظهر غایت الظهور، بسیار واضح میشه، مثل آفتاب واره این معلوم میشه، بسیار روشن میشه. ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه، یقینا کسانی که مطابقت از قوانین وضعیه میکنن، قوانین وضعی، التي او قوانینی که شرعها الشیطان، که این شیطان جور کرده، على السنت اولیائه، به زبان دوستای خود. یک شیطان جنی هست، ابلیس، او این کار است که به زبان کی میکنه؟ به زبان شیطانای انسی میکنه. میگه این قوانین یقینا کسانی که مطابقت میکنن، القوانین الوضعیه، از قوانین وضعی، التي شرعها الشیطان على السنت اولیائه، که این شیطان مشروع ساخته، این قانون ساخته به زبان دوستهای خود، مخالفتا لما شرعه الله، یعنی قوانینشان مخالف شریعت الله هست جل و علا، على السنت رسوله، با او یعنی یا مخالف به او چیزی که شریعت کرده الله سبحانه و تعالی به زبان پیغمبرایش که بر مردم این شریعت روان کرده. و این چی میکنه؟ از امی قوانین مطابقت میکنه. انه لا یشک فی کفرهم و شرکهم، هیچ کس میگه شک نمیکنه. انه لا یشک فی کفرهم و شرکهم، میگه شک نمیکنه در کفر از اینا و شرک از اینا، الا من طمس الله بصیرته، مگر کسی ده که الله کور کرده باشه بینایی قلبش مهر زده باشه. و اعماه عن نور الوحی مثله، و این نابینا کرده باشه از نور وحی مثل از اینا. اینه بنانی عالم نتیجه گپش در کجا رسید؟ در اینجا رسید که کسایی که از قوانین وضعی که مخالف شریعت الله باشه از این مطابقت میکنن، گفت در شرک ازی و در کفر ازی شک نمیکنن، مگر کسی که قلبش کور باشه و چشمایش کور شده باشه. که الله متعال ما و شما را از این نابینایی چی شود؟ الله متعال ما و شما را نجات بده. بنان ای بود عبادت های چی؟ عبادت های قانونی که ما و شما از درس گذاشتم ما و شما خواندیم که عبادت ها 6 قسم است. عبادت فکری هست و عبادت قلبی هست و عبادت زبانی هست و عبادت بدنی هست و عبادت مالی هست و عبادت چی هست؟ قانونی هست. غلط کردم یا درست گفتم؟ فکری 1، 2 قلبی، 3 زبانی، 4 بدنی، 5 مالی و 6 تشریعی، اطاعت از شریعت الله. این 6 قسم عبادت است که آیات قرآن درباره هر کدام از این بسیار آیات است. من مختصر براتون بیان کردم که انشاءالله تعالی ایده یاد بگیریم و انسان هوشیار و فهمیده ای است که در عصر فتنه ها ایمان خدای بگن. چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که در آخر زمان یک نفر صبح مسلمان میباشه دیگر کافر میشه، دیگر مسلمان میباشه صبح کافر میشه. چرا؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا، دین خدا به خاطر یک متاع دنیایی، برش یک چوکی برش میتن یا مثلا برش مال میتن یا برش مثلا چیزهای جنسی رو وعده میتن. پس این انسان و این اساس در فتنه های و خطر دیگه است. بسیار فتنه ها زیاد میشه، فتنه هایی که مثلا از شب تاریک هم کده زیاد است. الله متعال ما شما را از این فتنه ها خلاص بکنه و با این نعمت قرآن رسول الله صلی الله علیه و آله که ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، اگر شما تمسک به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بزنید هیچ وقت گمراه نمیشید. چرا اگر خود به قرآن و سنت کس تمسک نکرد، عقل یکی یک چیز میگه، عقل کسی دیگه یک چیز میگه، دو نفر با هم جور نمیه. از نگاه عقل یکی میگه این خوب است، یکی میگه خوب است. اما آنچه که فیصله میکنه کل مشکلات مراجعه به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.